مرکز گفتمان سار به هدف زمینه‌سازی گفتگوها در کابل ایجاد شد. برخی از چهره‌های سیاسی برای نخستین بار به هدف زمینه‌سازی گفتگوها میان حکومت سرپرست، مردم افغانستان و جامعه جهانی مرکز گفتمان را در پایتخت ایجاد کردند. شماری از این چهره‌ها گفتند که با گفتگوها میان افغانان و گفتگو میان جامعه جهانی با امارت اسلامی برخی از چالش‌ها برداشته خواهد شد. به باور آنان این مرکز می‌تواند مشکلات و برخی اختلاف‌ها میان مردم، امارت اسلامی و همچنان جامعه جهانی را از طریق گفتگو برطرف سازد. کنفرانس امروزی ما در مرکز گفتمان است، به ارتباط مرکز گفتمان است. مرکز گفتمان دارای 10 نفر شورای رهبری هست و پایینتر از 10 نفر شورای اجرایی قرار داره و پایینتر از او 19 کمیته کاری و 34 دیپارتمنت هستند که به استقامت‌های مختلف کار میکنه و این ها در وزارت عدلیه ثبت و راجستر شده. فضل رحمان اوریاخیل آگاه مسائل سیاسی درباره این مرکز گفت: ما کوشش میکنیم که توسط گفتمان ها میان جامعه جهانی، آمریکا و جامعه افغانستان زمینه سازی کنیم تا مشکلات مردم از طریق گفتگو حل شود. حضور آمریکا و متحدینش با ای که در جغرافیای افغانستان حضور نداره، در تخاصم قرار داره و رقابت ها داره با قدرت های باقی مانده و دو قدرت دیگری در مورد مسئله افغانستان که این رقابت ها شکل نامشروع میگیره، ثبات کشور و ثبات منطقه را خدشه‌دار میسازد و علاوه از سوی امریکا تحریم ها و فشارهای دیگری هم وضع شده. پس غایب بودن یک ابرقدرت در جغرافیای افغانستان به نفع مردم افغانستان و حتی به نفع او ابرقدرت نیست. پس آرزوی ما این هست که بر بنیاد دیالوگ با امریکا و متحدینشان مشکلات و پرابلم هایی که وجود داره حل شود و مثل دو ابرقدرت دیگه در افغانستان یک رقابت مشروع، متوازن و بر بنیاد بازی برد با افغانستان حضور داشته باشه. همینجا هست که باز افغانستان به سوی صلح، ثبات دائمی و استراتژیک حرکت خواهد کرد و تا زمانی تا در امی حالت اول در نقطه صفری صحبت‌های مقدماتی که صورت گرفته پاسخ‌های مثبت دریافت شده. بیش از این امارت اسلامی بارها گفته است که براندازی گفتمان ملی در کشور نیاز نیست و امارت اسلامی همواره با شهروندان کشور و چهره‌های سیاسی دید و بازدید می‌کند.